بعض فامیلاست در خارج از افغانستان در یوتیوب میان کار میکنن و فرهنگ افغانستان اصلا در برنامه از ما دیده نمیشه. مثال برات میگم، افغانستان جامعه ما یک جامعه سنتی و اسلامی است و ما باید هر چیز مطابق به اونمو فرهنگ خود ما بفهمیم و درک کنیم و امور رقم برنامه داشته باشیم. مثال برات میگم، اما اینا فقط زبانشان با زبان ماست، مثلا به زبان ما صحبت میکنن اما برنامهشان کاملا به فرهنگ غرب مطابقت داره، نه به فرهنگ افغانستان. مثال در فرهنگ افغانستان، در کجای فرهنگ افغانستان شما یک عروسی رو دیدین که زن و مرد با هم یک جای آمده باشه در داخل یک سالون با لباس برهنه برقصه؟ در این تاریخ افغانستان حتی در دوره جمهوریت من خب بچه‌م کدام عروسی رو ندیده بودم که عروسی میکس باشه، فامیل مثلا خانم‌ها و مردا کل یک جای باشن. و تنها اینه که بسیار پای دیگه هم که اینا اصلا یک تاثیر مثبت سر فرهنگ ما نداره و مردم ما از این نمیتونه یک چیز خوب یاد بگیره. اما طور مثال بعض، البته کل گیره نمیگم، بعض از فامیلا در افغانستان شما خودتان شاهد هستین که یعنی من نمیفهم به کدام طرف اینا روان هستن، اینا چی میکنن، با وجود از این که این یک تاثیر بسیار خطرناک میتونه داشته باشه.